محمد فیاض قیومی هستم. زمانی که من امتحان کنکور سپری کردم وارد دانشگاه کابل شدم، پانزه زمین شناسی. نظر به همی علاقه وافر که داشتم خواستم در کنار از اینکه انجینیری زمین شناسی را پیش میبرم، رفتم در یکی از پانتون‌های شخصی شروع کردم و انجینیری سیول هم در کنار ازی آغاز کردم. بالاخره در سال 1401 تمامشان کردم. زمانی که من تحصیلات عالی خود خلاص کردم حائز از این مقام شدم. مقام دوم مقام کم نیست. باز از طرف پانتون یک مدال سیلور برای من اهدا کردن. من در زمانی که محصل پانتون کابل بودم در بعضی از نهادهای افای وظیفه کردم. بعضی از برنامه ها را سرپرستیش داشتیم، پیش می بردیم برای محصلین. ارتقای ظرفیت محصلین برنامه های اسپیسز بود و فن بیان بود. در پلوی فعالیت هایی که در جریان تحصیلات خود داشتم زبان انگلیسی را خواستم تقویت کنم. وقتی که اساتید بعضی از مونوگراف ها را میتن یا بعضی از کارهای صنفی را میتن، اونها نیاز به ریسرچ دارند. ما منابع به زبان خود ما کمتر پیدا میکردیم. نیاز داشتیم که زبان بین المللی هست انگلیسی را هم بیاموزیم. فامیل ما هم همیشه مرا تشویق میکردن و میگفتن که تو باید در آینده یک فرد باشی که ما نیاز به این نشیم که کدام انجینیر یا کدام مهندس از کشورهای همسایه بیایه برای ما ایران آباد بکنه. باید خود ما اراده بکنیم و خود ما از خاک خود ما میره آباد بکنیم و بسازیم. انسانی که تلاش میکنه، هدف میکنه، درست میخوانه پانتونه، چرا باید بیکار باشه؟ دلیل هیچ نداره. 2 سال پیش به یکی از کشورهای همسایه سفر داشتم. خواستم یک مدت وظیفه اجرا کنم. در یکی از شرکت‌های ساختمانی من حیث سایت انجینیر من افای وظیفه کردم. طبعا اگر من تحصیل نمی‌کردم، درس نمی‌خواندم، من هم مجبور بودم یک کار شاغل انجام میدادم. فعلا من تدریس میکنم. فعلا که میبینم بعضی از شاگردای ما که هستن بنابراین انگیزه ندارن. پس من هم از امیجه به مو شاگردای خودم میگم، به بقیه جوانا هم از امیجه میگم که هرگز تسلیم نشوید. نسل جوان که هستیم نسل تغییر باشیم، نسل انگیزه باشیم. بر نسل های بعدی ما باید ما الگو باشیم که بتوانیم این کشور خودمان خود ما بسازیم. فرصتی که اگر برای من فراهم شوه، من امی انجینیرایی که همسال خودم هستن، صنفی های هستن یا کسایی که در همین سن و سال قرار دارن، اینا را همه با هم زیر یک چتر جمع میکنم و همه را در هر بخش که تخصص دارن با اونا ارتقا میدم و یک شرکت بزرگ میسازم تا بتوانیم مهندسیش ما خود ما پیش ببریم، سیول بخش سیولش خود ما پیش ببریم، آبرسانیش خود ما پیش ببریم، همه ایش زیر یک چتر بتوانیم ما پیش ببریم. انسانی که مطالعه نکنه یک جسم بیروح بدید من میشه. نظر به علاقه که در علم فرهنگم دارم، من بیشتر به زبان فارسی شعرم میسرم، بعضی اوقات دکلمه هم میکنم. علاقه وافر عین از ایام متعلمی داشتم به این. ای دریغ از فکر خام آدمی، ای دریغ از فکر خام آدمی، گریه کردم بر مقام آدمی. هدف بزرگ دارم. اگر خداوند بخواه و بقا باشه، در کنار ماستری و دکترا که هست، همین زبان آلمانی است که باید فرا بگیرم. هیچ محصل نیست که بدون مشکل باشه. انسان نباید هیچگاه تسلیم شود. فقط همیشه یک مقوله انگلیسی است که میگه never give up، هرگز تسلیم نشوید. پس تلاش بکنید که در جریان تحصیل به هر چی موانعی که سر دچار میشین، این موانع رو چی کنین؟ از خود برانید و در مقابل سختی ها تلاش بکنین که به دستاورد و به اهدافی که دارین یا گولی که دارین برسید.